سوریه گرفتار بحران شدید هستند. در اوکراین هم یک بحران داخلی هست که باعث پراکنده شوی ملت و کشور شده ایستاده است و اکثر تحلیلگران بر این نظر هستند که این حادثه بدون دخالت خارجی ها رخ نداده است و پرزیدنت کشور مثل هر یک شخص مسئول دیگر نگران این وضعیت هستند که مبادا توسط دستهای خارجی در کشور ما هم با استفاده از حساسیتی که در وقتی انتخابات میشد چون حالت با وجود نآید. ما این را یک امر طبیعی میدونیم، ولی وقتی که نیروهای اساسی کشور، حزب‌های سیاسی، نامزدها طبق قانون عمل کنند، مقامات دولتی هم از آن جمله، روحیه صلح و وحدت باشد، همکاری و همدیگر فهمی باشد، من فکر نمی‌کنم که یگان دست خارجی بتواند وضعیت داخلی ما را به هم بزند. ولی وقتی که در داخل کشور این آرامش نباشد، همدیگر فهمی نباشد، تحقیر و فشار نسبت حزب و حرکت ها باشد، دیگر با دوش دستای خارجی پرتافتن این مشکلات داخلی چندان خوب نیست. من فکر میکنم که بیانات پرزیدنت در این باره زمینه دارند و باید تذکر داده شوند، ولی در پهلوی آن به مقامات دولتی هم هشدار داده میشد که از اشتباهات قبلیشان پرهیز کنند بهتر میبود. بله، ما در مرحله پیشبری نامزدها و برگزار کردن کنفرانس ها مشکلات زیاد داشتیم که متاسفانه هم قانون و هم وعده پرزیدنت رعایت نشد از طرف مقامات محلی حاکمیت دولتی و ما در این باره به کمیسیون دخلدار مراجعت کردیم، به سودها هم مراجعت شد، به مقامات دولتی هم مراجعت شد و سندها وجود دارند. بنابراین ما برای نظر هستیم که در مرحله بعدی که مرحله حساستر هست مقامات دولتی این تذکرهای پرزیدنت رو به نوبت بگیرند. شاید که اگر پرزیدنت در پیامشون آشکار نگفتن با مقامات دولتی، شاید در جلسه های خصوصی یا در طلب های دیگر مثل جلسه های حکومت با آنها دستورهای علاوه‌ای داده شود. حداقل جامعه شهروندی بخصوص حزب‌های سیاسی این انتظاری را دارند.